سلام، موشکاف هستم، کوچیک همه شما بیننده های بامرام. آقا سیدعلی ظریف و فرستاد وین تا اینجوری یه دومی به خمره ضرب بزنه، اما سر گاو ولایت تو خمره مذاکرات گیر کرد. پیشرفت که نداشت هیچی، یه بلبشویی تو نظام به راه انداخت که نگو و نپرس. تیویریش سوالش شده که چطور شد اینطور شد. چی شد که این دور از مذاکرات پیشرفتی نداشته؟ کدام طرف یا طرفها باعث شدن این مذاکرات اینطوری تموم بشه؟ از اون طرفم اولاغچی یه فیگور اعتدالی گرفته که بگه خیلی به اوضاع مسلطه. در جلسه اول پیشرفت خاصی نداشتیم، ولی این خیلی غیر طبیعی نیست. در جلسات بعدی امیدوار هستیم که جبران بشه. اینا همه یه طرف، استبل مجلس یه طرف. استبل نگو آقا، رینگ گاو بازی بگو. یه گیج قلخانی به نام آقا محمدی که از اون دلواپسای دو نبشه، اول از زبه صداشو میندازه سرش و قربون صدقه تیم مذاکره میره. برو ببینیم. توافق ژنو در بحث توافق هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 مهمترین توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و 5 به علاوه 1 مهمترین مسئله امروز کشور است. ضمن تشکر از زحمات تیم مذاکره کننده کشورمون و حمایت از نفس مذاکره. حتما میپرسید راستی علت این تقدیر و تشکر و حلوا کردن تیم مذاکره چیه؟ جوابشو خودش میده. بر پایه اخبار منتشر بعد از توافق ژنو، فعالیت هسته‌ای در تمام سایت‌های ما تعطیل شده. بر سر تعطیلی نیمی از نطنز و 3/4 فردو توافق شد. بازرسی جاسوسان سیاه در قالب هیئت‌های آژانس از مراکز هسته‌ای ما به صورت بی سابقه پذیرفته شد که حتی نفس کشیدن ما هم برای آنها قابل کنترل می باشد. بلبشو یعنی همین. علت تشکر این یابو علفی از تیم مذاکره کننده به خاطر اینه که آچار رو برداشتن و افتادن به جون پیچ و مهره‌های هسته‌ای نظام. حالا شل کن که شل نکن. اما این وسط وضعیت کیهان شربت مداری از همه دیدنی تره. آقا این حاج حسین شیره‌ای بدجوری با ولی امرش چپ افتاده. خوشبختانه بی نتیجه ماند. همینجا باید گفت تیم محترم مذاکره کننده کشورمان به تعبیر واقع بینانه و حکیمانه حضرت آقا فرزندان انقلابند و هرگز دست به سازش و خدای نخواسته خیانت نمی آلایند. ولی بعید نیست که فرزندان انقلاب در مواردی ساده انگاری کرده و به خاطر خوشبینی مفرط سرشان کلاه برود که با عرض پوزش رفته است. حقا که یه رگ این جوجه لاشخور به امام دجالش رفته. از یه طرف دو کلمه همچی رنگ و لعابدار مثل واقع بینانه و حکیمانه میچسبونه به ریش عظما، از طرف دیگه تخته رو از زیرش میکشه و میگه این فرزندانی که گفتی یه مش بازی خوردن که طرف حسابا کلا سرشون مالیدن. تیویریشم جا پای شربت مداری میذاره و اینجوری گوش ظریفو میکشه. ظریف قطعاً ظرافت‌های دیپلماسی رو خوب میدونه، اما شیطون 1000 رنگ داره، 1000 رنگ و نیرنگ. اون برای این بازار بلبشو قمه کشای کوسه نشستن تا اینجوری بذارن تو کاسه کاسبای دلواپس. حالا فصل دوره‌گردی کاسبان است. از یک طرف کاسبان دلواپسی، از طرف دیگر آنها که دنبال فرصتی برای اعلام شکست مذاکرات بوده و هستند. این همان نقطه است که کاسبان تحریم به راه می‌افتند و از یک سو اختلاس و از دیگر سو دست در جیب مردم کردن را به راحتی انجام می‌دهند. مذاکرات هسته‌ای شکست نخورده است. دست آخرم سر و کله شیخ فری پیدا میشه که دادش از این وضعیت بلبشو و قاراشمیش به حواس و حرفش به سیدعلی بافور اینه که
دنبال اکبر بیا. ما برای اینکه پیشرفته بشیم باید در اولویت ها هم نظر بشیم. اگر جامعه ما چند شقه بشه، یک شقه بگوید اولویت آن است، دیگری بگوید اولویت اون یکی دیگره، نمیرسیم به هدف. لااقل 5 تا هدف پیدا کنیم همه متحد چیم. اوهو بپروده نکنی شفری. 5 تا هدف پیدا کنی که متحد چی؟ بدبختا تو یه دونه هدفش که حفظ نظام باشه موندی. اینها ورق پاره خودت بند و آب داده، هم به تو جواب داده، هم دلیل بلبشو بعد مذاکرات رو لو داده. اگر عده‌ای به اراده خود یا به خواست پس پرده نشسته ها خودسری کنند، فضایی ساخته خواهد شد که خودسر و محرک و مشوق همه زیان کنند. این را حکم روزگار به ما میگوید که دست انتقام بیکار نمیماند و همان تنازع بقایی است که در طبیعت سابقه دارد. دست انتقام بد جوری به کار افتاده. اجماعاً همگی با هم منتظر حکم روزگار باشید. وقتی خودشون ته خطشون رو میخونن دیگه موشکاف چی بگه. با آقای موشکار